وقتی صحبت از تعویض روغن میشه، اغلب اولین چیزی که به ذهن میرسه ساعت کارکرد یا کیلومتر پیمایش. اما واقعیت اینه که روغن به دلیل گذشت زمان تعویض نمیشه، بلکه به دلیل تغییر خواص اون تعویض میشه. روغن روانکار یک ماده زنده از نظر عملکرد. از همان لحظه‌ای که وارد سیستم روانکاری میشه، تحت تاثیر دما، اکسیژن، تنش‌های مکانیکی و شیمیایی قرار میگیره و در نتیجه به تدریج ویژگی‌های اولیه خودش رو از دست میده. در طول این فرآیند برخی تغییرات ماهیت فیزیکی دارن، مثل تغییر ویسکوزیته در اثر برش مولکولی. برخی دیگه ماهیت شیمیایی دارن، مثل اکسیداسیون روغن، مصرف شدن افزودنی‌ها و تشکیل ترکیبات اسید. تا زمانی که این تغییرات در محدوده قابل قبول باشن، روغن همچنان میتونه وظیفه اصلی خودش رو انجام بده. اما زمانی که این تغییرات از حدود مجاز فراتر برن، روغن دیگه قادر به محافظت مناسب از تجهیزات مکانیکی نخواهد و زمان تعویض آن فرا میرسه. در ادامه با بررسی نمودارها خواهیم دید که چگونه ویسکوزیته، افزودنی‌ها، عدد اسیدی و اکسیداسیون هر کدام در طول عمر روغن تغییر می‌کنه و چگونه این تغییرات مبنای تصمیم گیری برای تعویض روغن است. البته در این بحث شرایط ایدئال کارکرد روغن را در نظر می‌گیریم، یعنی تغییراتی که در اثر فرآیند طبیعی پیر شدن روغن یا همان نورمال ایجینگ رخ میدن و نه شرایط غیر عادی مانند رقیق شدن با سوخت، ورود آب یا آلودگی‌های خارجی. در ابتدای تشریح این منحنی‌ها باید گفت که این نمودارها یک مدل مفهومی هستند. بسته به نوع روغن پایه، کیفیت افزودنی‌ها، دمای کارکرد، بار و شرایط بهره برداری، شکل واقعی منحنی‌ها میتونن متفاوت باشن. همان گونه که در نمودار مشاهده می شود، خطچین عمودی تحت عنوان تعویض روغن مبتنی بر وضعیت مشخص شده و مقادیر عددی که بر روی محور X ترسیم شده اصولاً نمایش دهنده عمر کارکرد روغن است و صرفاً به کیلومتر یا ساعت کارکرد اشاره‌ای ندارد. با توجه به این نمودار ویسکوزیته، در ابتدای عمر روغن ویسکوزیته معمولاً کمی کاهش پیدا می‌کنه. علت اصلی موضوع برش مکانیکی مولکول‌ها و به ویژه تخریب پلیمرهای بهبود دهنده شاخص گرانروی یا وی آی ایمپروورها در اثر تنش‌های برشی. پس از اون ویسکوزیته برای مدتی تقریبا ثابت میمونه، زیرا نرخ کاهش ناشی از برش و نرخ افزایش ناشی از پیر شدن روغن تقریبا در تعادل هستند و روغن هنوز عملکرد مناسبی داره. اما با ادامه کارکرد اکسیداسیون روغن شدت میگیره و ترکیبات سنگین‌تری مانند رزین، لاک و لجن تشکیل میشه و اگر روغن در این مرحله تعویض نشه، توانایی روانکاری اون به تدریج کاهش پیدا میکنه. در آنالیز روغن، ویسکوزیته همیشه نسبت به ویسکوزیته روغن نو یا ورجین اویل ارزیابی میشه. به طور کلی بسیاری از سازندگان تجهیزات یا OEM ها معمولاً تغییر حدود 10% را به عنوان آستانه‌ای می‌دانند که نیاز به بررسی داره. البته این حدود برای همه تجهیزات یکسان نیست. برای مثال در توربین‌ها و سیستم‌های هیدرولیک حتی تغییر 5 تا 10% نیز میتونه مهم باشه. در گیربکس‌های صنعتی گاهی تغییرات کمی بیشتر قابل قبول است. در روغن موتورهای دیزلی افزایش ویسکوزیته به علت دوده یا کاهش آن به علت برش‌های مکانیکی و رقیق شدن با سوخت باید در کنار سایر آزمون‌ها تفسیر بشه. در خصوص نمودار ادیتیوها یا افزودنی‌ها باید گفت که افزودنی‌ها تقریباً در ابتدای عمر روغن با سرعت کمی مصرف میشن، زیرا روغن هنوز تمیزه. محصولات اکسیداسیون اندک هستند و آلودگی زیادی در سیستم وجود نداره. به همین دلیل شیب کاهش افزودنی‌ها در ابتدا ملایم است، اما با افزایش دمای کارکرد شرایط تغییر می‌کنه. آنتی اکسیدان‌ها برای مهار اکسیداسیون بیشتر مصرف میشن. شوینده‌ها و دیسپرسنت‌ها آلودگی‌ها و محصولات اکسیداسیون را در خود نگه می‌دارند و افزودنی‌های ضد سایش نیز به طور مداوم روی سطوح فلزی فیلم محافظ تشکیل میدن. در نتیجه نرخ مصرف افزودنی‌ها افزایش پیدا می‌کنه و شیب نمودار تندتر میشه. در واقع هرچه ذخیره افزودنی‌ها کمتر بشه، سرعت پیر شدن روغن نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل کاهش افزودنی‌ها و افزایش اکسیداسیون معمولاً همزمان اتفاق میفته. در خصوص نمودار عدد اسیدی یا توتال اسید نامبر باید گفت که این نمودار نشان دهنده مقدار ترکیبات اسید موجود در روغنه. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، در ابتدای عمر روغن تغییرات عدد اسیدی بسیار کمه. علت این موضوع حضور آنتی اکسیدان‌ها و سایر افزودنی‌های محافظه که از تشکیل اسیدهای حاصل از اکسیداسیون جلوگیری می‌کنه. اما با گذشت زمان این افزودنی‌ها به تدریج مصرف میشن و توانایی روغن در مقابله با اکسیداسیون کاهش پیدا می‌کنه. در نتیجه محصولات اکسیداسیون مانند اسیدهای آلی با سرعت بیشتری تشکیل شده و عدد اسیدی با شیب تندتری افزایش پیدا می‌کنه. به همین دلیل
افزایش ناگهانی TAN معمولا نشانه ورود روغن به مرحله پایانی عمر مفید خوده و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تصمیم گیری در مورد تعویض روغن به شمار میاد. اکسیداسیون مهمترین عامل پیر شدن روغنه. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، در ابتدای عمر روغن میزان اکسیداسیون بسیار کمه. دلیل آن این است که آنتی اکسیدان‌های موجود در روغن هنوز فعال هستند و از واکنش روغن با اکسیژن جلوگیری می‌کنند. اما با گذشت زمان این افزودنی‌ها به تدریج مصرف میشن و سرعت اکسیداسیون افزایش پیدا می‌کنه. در نتیجه ترکیباتی مانند اسیدهای آلی، لاک، لجن و سایر محصولات اکسیداسیون تشکیل میشن و روند تخریب روغن شتاب میگیره. به همین دلیل در انتهای نمودار شاهد افزایش ناگهانی اکسیداسیون هستیم که نشون میده روغن به پایان عمر مفید خودش نزدیک شده و زمان تعویض اون فرا رسیده. در واقع این 4 پارامتر به یکدیگر وابسته‌اند. با مصرف افزودنی‌ها اکسیداسیون شدت میگیره و با افزایش اکسیداسیون عدد اسیدی و ویسکوزیته هم افزایش پیدا میکنه و این مجموعه تغییرات مبنای تصمیم گیری برای تعویض روغن بر اساس وضعیت واقعی اونه. در پایان فراموش نکنیم هیچگاه نباید بر اساس یک پارامتر مانند ویسکوزیته یا عدد اسیدی درباره تعویض روغن تصمیم گیری کرد. تصمیم نهایی باید بر اساس مجموعی از نتایج آنالیز روغن انجام شود.